تو هم مثل خیلی از آقایون دیگه دوست داری برای ورود به رابطه دنبال زنی باشی که میل زیادی داشته باشه تا اینکه نیاز نباشه مدام نازشو بکشی، باج بهش بدی یا التماسش کنی که کنارت بخوابه. آره دیگه، اگه خودش اتومات میل بالایی داشته باشه دیگه تو یه عمر از این مسخره بازی ها و از این موش و گربه بازی ها راحت میشی. پس چی بهتر از این که چند تا نشونه بدونی که با دیدن این نشونه ها تو اون زن مد نظرت مطمئن بشی که میل بالایی داره. اونم فقط نه توی لحظه خاصا، خوب دقت کن، نه فقط توی لحظه خاص بلکه کلن میل و گرایشش بالاست. اگه میخوای این نشونه ها رو بدونی تا آخر ویدیو با من همراه باش. سلام، من شکیبا هستم، همراه من با کانال رابطه یار چه غم داری هستم. یا ویژگی اول بدون هیچ حاشیه‌ای یه پکه. میدونی انگار چند تا ویژگی هن که مثل حلقه های زنجیر تو هم قلاب شدن و اینجوری نیست که از هم خیلی جدا باشن. این ویژگی ها رو معمولاً ببخشید شما توی خانمایی که میل بالایی دارن پیدا میکنی، اکثرشون رو پیدا میکنی. حالا این ویژگی ها کدومان؟ این خانما معمولا خیلی خوش انرژی هن، خیلی خوش خندن، سختگیر نیستن، اهل قره زدن و نصیحت کردن و منفی بافی معمولا نیستن. کاراکترشون یه جوریه که معمولا پایه های خیلی خوبی هن. مثلا میخوای بازی گروهی کنی؟ پایه است. میخوای آتیش بازی و کباب بازی کنید؟ اوف ذوق میکنه. برای سفرهای کمپینگ و گروهی و اینجور چیزا چقدر هیجان داره، استقبال میکنه. همه اینایی که گفتم یعنی اینکه توی این خانم با این ویژگی ها شور و شعف و ذوق و هیجان و انرژی داره فوران میکنه. همچین خانمی برای در کنار تو خوابیدن هم کلی هیجان داره، دنبال کارهای خاص و غیر تکراریه، کلی ایده میتونه داشته باشه. خیلی اهل قور زدن تو این شرایط نیست. خب بالاخره هر خانمی مثل هر انسان دیگه ای میتونه حس و حال مناسب و توی اون لحظه نداشته باشه و نارضایتیشو اعلام کنه، ولی اینکه دائما دنبال بهانه تراشی باشه یا بخواد فرار کنه یا احساس کنه یه کاریه که یا تو ببخشید شما احساس کنید که یه کاریه که انگار داره به زور انجام میده و دائما دلایل مختلف میاره که توجیه کنه الان وقتش نیست، من گشنمه، الان گرمه، خستم، مهمون الان رفته ها، هفته بعد مهمون داریم، 2 ماه دیگه کنکورمه، پریودم، الان نیستم ولی خب 2-3 روز دیگه که میشم، گوشه ناخنم پریده، اصلا اعصاب ندارم، هفته بعد مهمونی دعوتم، اصلا نمیدونم باید چی بپوشم. پس لب کلام چی شد؟ اینکه تو از خانومی که میل بالایی داشته باشه معمولا زیاد این قبیل جملات رو نمیشنوی. اون پکه رو که گفتم نه حالا بگم همشو، ولی خیلی از اون ویژگی ها رو توی اون خانم میبینی. اما بریم سراغ نشونه دوم. نشونه دوم خانمایی هستن که وقتی با آقایون صحبت میکنن میتونن مکالمه خیلی شیرین، جذاب، جالب و تقریبا طولانی و رقم بزنن. فقط اینجا رو اشتباه برداشت نکنید. منظورم از سبکسری، لودگی، منظورم سخیف بازی نیست. حتما همتون دیدید دیگه یه دسته از خانوما جورین که انگار شمشیر رو از رو برای آقایون بستن و معتقدن که دنیا بدون آقایون جای بهتریه، با آقایون جهنمه، بدون آقایون بهشته. مطمئن باش از این دست خانوما برای تو یار خوب و پایه و ایدئالی در نخواهد آمد و من اگه خودم مرد بودم مطمئنا اولین دسته از خانومایی که ازشون فرار میکردم همین دسته از خانوما بودم. برعکس اون دسته خانومایی که خیلی از زن بودنشون شاکی نیستن و معتقد نیستن که زنها
از دم همه مظلومن، مردا همه ظالمن، از اینجور حرفا نمیزنن. میتونن بدون نگاه‌های تبعیض جنسیتی با آقایون مکالمه کنن، هم صحبت بشن، دیالوگ کنن، نظر بدن، نظر بشنون، هم نظر بشن، سر موضوعیتی با هم به توافق برسن، برای مسائل مختلف با هم و به کمک هم و همفکری هم راه حل‌های مناسب و سازنده‌ای پیدا کنن. معمولا این دسته از خانمای پای تری هستن برای اتاق خواب. یه لحظه اینجا صبر کن، ویدیو تموم نشده، هیچ جا نرو. برای حمایت من این ویدیو لایک کن و نگاه کن ببین کانال ساب داری، اگه نداری حتما سابسکرایب کن، یه کوچولو اون طرفترم زنگوله رو روشن کن. مرسی. پس چی شد؟ اگه میخوای با خانومی وارد رابطه بشی و این قضیه میل و گرایشش برات مهمه، وقت صحبت کردن اون خانم، حالا چه با خودت چه با سایر همجنسای خودت، دقت کن ببین خانم چقدر میتونه قشنگ مکالمه کنه با آقایون و چقدر میتونه بدون تنش، بدون اختلاف نظرهای شدید، بدون بحث راه انداختن هم صحبت بشه و بحث رو ادامه بده، بدون اینکه همیشه بگی مخالفم از این سبک خانوما. ببین چقدر اینجوریه میتونه قشنگ مکالمه کنه با آقایون. بعضی از خانوما وقت صحبت کردن علاوه بر زبانشون انگار چشاشون هم دنیایی از حرفه، زبان بدنشون خیلی قویه، خیلی ششدونگ حواسشون انگار توی اون مکالمه است. اون آقایی که دارن باهاش صحبت میکنن جز این میمیک صورتشون خیلی باوله صحبت میکنن، خیلی باوله گوش میکنن. برای همینه که یه مکالمه جذابی رو میتونن با آقایون ادامه بدن، یه مکالمه مفیدی رو ادامه بدن بدون تنش، بدون هیچ بیراه رفتن اون بحث. پس بنابراین توی مورد دوم دقت کن وقت صحبت کردن اون خانم، چه با خودت چه با همجنسات، نگاه کن ببین که چجوری صحبت میکنه این خانم. معمولا توی صحبت کردن با آقایون این ویژگی های خانوما لو میره. خب حالا دوتا نشونم هست که معمولا آقایون با طناب پوسیده این دوتا نشونه میرن تو چاه، یعنی این دوتا نشونه رو به غلط تفسیر میکنن، میان میگن ما روز اول فکر میکردیم گرمه چون این دوتا نشونه ای که میخوام الان بگم و توی اون خانوما دیدن، ولی نه گرم نیست، اصلا ولرمه، شاید هم چه بسا اصلا سرده. قضیه از این قراره که معمولا آقایون خیلی سریع اونم از روی ویژگی‌های ظاهری برداشت میکنن، اینا رو جمع‌بندی میکنن، قضاوت میکنن، تصمیم گیری میکنن و متوجه میشن که آیا این خانم گرمه یا نیست. در حالی که خانم‌ها معمولا خیلی پیچیده تر از این برداشت‌های سطحی شما. اولین و پر اشتباه ترین مورد اینه که آقایون تا میبینن یه خانمی یکم ظاهرش خاصه، استایلش خاصه، نحوه لباس پوشیدنش خاصه، خیلی از لباسای جذب استفاده کرده یا لباسایی که رنگای خاصی داره که بسیار جلب توجه میکنن، احساس میکنن که آره این خانم میل خیلی بالایی داره. ولی حواستون باشه نحوه لباس پوشیدن یه خانم قبل از اینکه یه سیگنالی برای توی مرد باشه، یه سیگنالی از خودش شاید با اون نحوه لباس پوشیدن حس بهتری نسبت به خودش و اندامش پیدا میکنه، یا شاید میخواد با اون سبک لباس پوشیدن اونقدر تو چشم باشه، اونقدر جلب توجه کنه تا از طریق این جلب توجه کردن و اعتماد نفس پایینش رو بکشه بالا. در اصل بالا نمیاد، ولی اون لحظه ای که اون خانم بعضی از خانم حالا احساس میکنن که توی اون جمع خیلی کراشن، خیلی همه این مردا زومن روشون، در لحظه شاید این اعتماد به نفس خیلی موقت شارژ بشه. اما این دلیل نمیشه که اون خانم میل بالایی داشته باشه. شاید گفتم دیگه دلیل این بشه که اعتماد به نفسش پایینه. پس شما نمیتونی اینقدر راحت برداشت کنی یه خانومی میبینی که اونجوری لباس پوشیده اوف قطعا دیگه نه اون خبرام نیست. خود من اصلا چه راه دور بریم، بین دوستای خودم خیلی هستن خانومی که اینجوری لباس میپوشن ولی اصلا کلا تعطیلن.
اما مورد دوم که بازم این مورد خیلی وقت آقایونو به اشتباه میندازه اینه که میگن به من نگاه خاصی کرد. خیلی وقتا خانوما از نگاه کردن به اطراف، از مکس نگاهشون روی یه فرد خاص یا حتی لبخند داشتن هنگام نگاه کردنشون لذت میبرن. نگاهه گولت نزنه، گاهی اصلا خانومی نگاهش از روی احترام به توه، نشانه اون ارزشی که برای تو قائله و یا اینکه میخواد خوشمشرب، اجتماعی، خوش اخلاق به نظر برسه. بعضی از خانم‌ها خجالتی نگاه میکنن تا این خجالتی بودنشون انگار پوشش بدن، کاورش کنن و منظور خاصی اصلا ندارن. خب حالا پس کی این نگاهه میشه سیگنال؟ یعنی کدوم نگاهه که اگه به من بشه مطمئن بشم که این یه نشونه است، یه چراغ سبزه؟ فرق اون نگاهه و این نگاهه که تو دوست داری، اون نگاهه که هیچی توش نیست و این نگاهه که همه چی توش هست چیه؟ تکرار، تکرار و تکرار. یه سری رفتارهای تکمیلی میاد کنارش، دوباره بهت نگاه میکنه، سعی میکنه مکالمه رو باهات شروع کنه، سوالای شخصی ازت میپرسه، تو فضای تو برای خودش میاد و میره. پس بنابراین یه تیپ و استایل جذاب یا حتی یه نگاه جذابم هیچ دلیل صحیحی برای پرمیل بودن یه خانم نمیتونه باشه. حواست به نشونه های دیگه ای که تو این ویدیو گفتم باشه تا فردا روز که زنت شد نیای اعتراض کنی که متکاست. مرسی از این که تا این لحظه از ویدیو با من همراه بودید. در ادامه یه ویدیوی جذاب و مرتبط با موضوع این ویدیو برات اینجا گذاشتم، حتما ببینش. مرسی از همراهیت.